سلام، من یه دختر کلاس 12میم، ولی این اتفاق وقتی کلاس 9 بودم افتاد. یه اتفاق خیلی عجیب تو مدرسمون افتاد. یه روز عادی بود و وسطای زنگ سوم بودیم. یه دفعه 2 کلاس 8 که کلاسشون آخر راه رو بود پریدن تو کلاس ما. صورتشون خیس اشک بود و با وحشت به معلممون که معلم اونو هم بود گفتن که یکی از همکلاسیاشون میخواسته تو دستشویی خفه‌شون کنه. معلممون بدون معطلی دوید سمت دستشویی تا ببینه چه خبره. ولی وقتی رسید اونجا دید که دختره تو دستشویی نیست و برگشته تو کلاسش. اوضاع داغونی بود. کلاسشون حسابی به هم ریخته بود و کتابا و همه چیشون پخش و پلا شده بود. به زور به همکلاسیاش گفته بود از کلاس برن بیرون. همشون با ترس بیرون کلاس وایساده بودن و جرئت نداشتن برگردن داخل. حالا اینجاست که اوضاع خیلی عجیب میشه. وقتی این اتفاقا داشت میافتاد من به همکلاسیم گفتم خدا رو شکر تو کلاس ما نیست. ولی متاسفانه کنجکاوی عمونمون نداد و رفتیم فضولی کنیم ببینیم تو کلاس 8 چه خبره. خبر نداشتیم که قرار شاهد چه چیز آزاردهنده‌ای باشیم. وقتی معلم رسید به کلاسشون دید که دختره خودش رو تو کلاس زندانی کرده و هرچی میگفتن درو باز نمیکرد. از اونجا که نگرانش بودن مدیرمون فوری به مادرش زنگ زد، ولی مادرش با خونسردی گفت که دخترش مشکلات روانی داره و میاد دنبالش ببرتش خونه. بعد از 2 دقیقه که واسه ما بچه‌ها مثل یه عمر گذشت، مدیرمون بالاخره موفق شد که با زور در کلاس رو باز کنه. اما با صحنه‌ای روبرو شدیم که تنمون از وحشت یخ کرد. دختر با خونسردی کف کلاس نشسته. حالا میریم سراغ عجیب ترین قسمتش. تمام نیمکت‌ها یکی یکی مثل یه برج بلند رو هم گذاشته شده بودن. نیمکت‌های ما نیمکت‌های عادی نبود. نیمکت‌های سنگین چوبی بودن که دست کم 3 نفر باید می اومدن تا بشه تکونش داد. چجوری تونسته بود تنهایی اونا رو هم بذاره؟ وقتی مامانش رسید همچنان ساکت بود. حتی یک کلمه هم از دهنش در نیومد. فوری بردنش بیمارستان و معلوم شد که یه اختلال مغزی داره که باعث توهم و رفتارهای غیر عادی میشه. واقعاً خبر ناراحت کننده بود. هنوز صحنه‌اش جلوی چشممه و حتی هنوزم نتونستم اون ماجرا رو فراموش کنم. هنوزم موندم که یه دختر ظریف چجوری تونسته اونقدر قدرت داشته باشه که این همه نیمکتو بذاره رو هم. اینا نشون میده که مغز انسان اینقدر پیچیده است که شاید هیچ وقت نتونیم کامل بفهمیمش و چه کارا که ازش بر نمیاد. واقعا به دوستم مدیونم. آخه میدونین اون روز خیلی دستشویی داشتم و به دوستم گفتم که بیا با هم بریم دستشویی، ولی بهم گفت که بیا بعد زنگ بریم. تصمیمش باعث شد که گیر اون دختر روانی نیفتم و چیزیمون نشه. خدا میدونه اگه اون موقع تو دستشویی بودیم چی کارمون میکرد.